برای پسنداز پول‌هایشان ایستادند. این پول را از کار در روی جاده ها به دست آوردند. اما چی این کودکان را واداشته است تا پول پسنداز کنند؟ مادرم مریض شده بود، پیسه نداشتیم. دکتر گفته بود برو 300 روپیه دوایش میشه. پیسه نداشتیم که 300 روپیه دوایش بدیم. باز قرض کردیم، از همسایه قرض کردیم. باز اینا ما حساب باز کردیم، اینا نه قرض میگیریم نه دیگه. وقتی که یک دخانه ما که مریض شد من از اینجا میگیرم میبرم برش دوام میگیرم. از حسابم پیسه خود بکشم. مثال کتابچه ندارم، برم کتابچه برخو بگیرم، قلم برخو بگیرم، پنسل پاکر بگیرم. زمستان میشه یک چیزی نخواداشتم برخو میگیرم. این مقدار پول بخشی از درآمد یک روزه 4 کودک است. آنان این پولشان را نزد میرویس عظیمی پسنداز می کنند. نام چیه؟ میرویس 15 ساله اینجا هنر میناتوری می آموزد و همزمان مسئول بخش خزانه انکشافی اطفال در مؤسسه آشیانه است. خب در بخش سیدیکه ما بخش پول خود که پسنداز کنم ایره آموختم و بخش آینده خود فهمیدم که باید تضمین کنم آینده خودم. من قبلا تضمین نداشتم در آینده که چگونه میشه آینده من، اما حالا میفهمم که از خود یک شخصیت جور کردیم که میتونیم که در آینده بزرگ شوم و یک خب با آینده خود خدمت کنیم یا آینده خود ترقی بدم. مؤسسه آشیانه حدود 14 سال قبل خزانه انکشافی اطفال را ایجاد کرد. اکنون ده‌ها طفل صدها افغانی در آن پسنداز دارند. هدف د برنامه د ماشومانو د ذهن د انکشاف څنګه ماشومان وکولی شي خپل راتلونکې اداره کړي، څنګه وکولی شي خپل پیسې ذخیره کړي او څنګه وکولی شي د دې طریق نه د آشانه طریق نه یو ځای ته ورسیږي چې یعنې د دې راتلونکې او د دې اوس دواړه تضمین وکولی شي. یعنې دوی څنګه وکولی شي منیجمنټ زده کړي، څنګه وکولی شي په آینده کې خپل روړې زده کړې وکړلی شي. د دې لپاره موږ دوی آماده کوو. هرچند در بیشتر از یک دهه گذشته بانک و بانکداری در افغانستان رونق بی سابقه ای داشته است، اما هستند کسانی که هنوز پول خود را به طور سنتی در خانه و یا نزد اقاربشان پسنداز می کنند. گروه دیگری هنوز پولشان را نمی توانند به درستی مدیریت کنند. در روپا 20 روپیه که پدر میداد رفته خرج میکنیم خلاص. ما نان خوردن خود نداریم امروز. وقتا که نمیفهمیدیم که جمع میکنیم بدر میخورد که نفهمیدیم دیگه. خو خود چې حساب وشي موږ به دا پیرې نه راتلو یو څه قصه دخل مخل نه مور ته هم دا پیسې ورکولی چې مور دا 10 روپیه 10 روپیه دا ساته ذخیره کوي نو ذخیره به هغه به ذخیره یا به ماختر دپاره یا به دغه دپاره د نوي کال دپاره دا به ورته ذخیره ورکولې. کنج خانه را کنده بودیم، دانمو تنگه، چانداپولی، هران دانمو انداخته میرفتیم. باز که یک ذره زیاد شده بود و خرچ خانه خود و لباس خود و تا بالای خود که زمین میکردیم. نام چیه؟ اما مؤسسه آشیانه اینجا فرهنگ سازی می کند تا کودکان مدیریت پول و پسنداز کردن را بیاموزند، کاری که شاید اساسگذار یک آینده مرفه برای این کودکان باشد. زینب 13 ساله نسبت به اکثر کودکان دیگر در اینجا یک گام پیشتر گذاشته است. او حالا به دیگران آموزش می دهد و در بخش مدیریت پول با میرویس همکاری می کند. وقتی که من کتابچه بانکی نداشتم پول زیاد جمع میکردم، پول زیاد پیشم بود، کلش از پیشم مصرف میشد میرفت. تجربه می است که در کتابچه بانکی انداختم، وقتی ضرورت بود پدرم زیاد مریض بود، باز همون کتاب پیسه رو کشیدم باز بردم در شفاخانه داروی پدرم کردم. او وقت بسیار زیاد نمیفهمیدم، از این تجربه گرفتم که چی وقت پیسه رو مصرف کنم و چه قسم جمع کنم. مقوله معروف است که میگویند قطره قطره دریا می شود. تا دریا شدنی این قطره های کوچک شاید راه درازی در پیش رو باشد، اما بعید نیست که یکی از این کودکان روزی به سرمایه‌دار بزرگ مبدل شود و داشته های زندگی خود را مدیون همین لحظات بداند.